دعای 11 صحیفه سجادیه. دعا برای عاقبت به خیری. ای آن که یادت برای یاد کنندگان مایه‌ای سرفرازی است و ای آن که شکرانت برای سپاسگزاران رستگاری است و ای آن که برای فرمانبران طاعتت مایه رهایی است. درود فرست بر محمد و خاندان او و دلهای ما را از هر گونه یاد دیگر به یاد خود و زبانهای ما را از هر گونه شکر به شکر خودت و اندامهای ما را از هر نوع طاعت به طاعت خویش مشغول دار. و اگر ما را فراغتی مقرر فرموده ای چنان کن که همواره با سلامت و دور از گناه و خالی از ملالت باشد، تا فرشتگانی که گناهان ما را می نویسند با صحیفه های خالی از گناهان از پیش ما بازگردند و فرشتگانی که کارهای نیک ما را ثبت می کنند شادان با درج نیکوکاری های ما از پیش ما به سوی تو بازگردند. و چون روزهای زندگانی ما سپری شد و عمرهای ما به سر آمد و با دعوت خود که از آن روی گریز نیست ما را فراخواندی، درود فرست بر محمد و خاندان او و نتیجه کارنامه اعمال ما را توبه پذیرفته شده قرار ده، که از آن پس تو ما را به ارتکاب جرم یا معصیتی بازداشت نکنی و روزی که گزارش های بندگانت را میازمایی در برابر همگان پرده از کار ما بر نداری. تویی تو مهربان به هر کسی که تو را فراخواند و تویی تو اجابت کننده آن کسی که تو را ندا در داد.